محفل عروسی عجیب غیر قابل باور و میلیونی. صدیق مددکار در کشور ژرمنی. صدیق مددکار بالاخره از دنیای مجردی خداحافظی کرد. صدیق مددکار با کی ازدواج کرده است؟ دلیل دوری این دختر خانم از هنر موسیقی چی بوده است؟ همسر وی اهل کجاست؟ و صدیق مددکار مصروف چه کاروباری در آلمان است؟ من در این ویدیو برامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید. ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صدیق مددکار دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح، محبوب و سرشناس در میان مردم افغانستان است و علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. صدیق مددکار کارهای هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. وی عاشقانه آواز میخواند. آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفته است. صدیق مددکار شهرت و محبوبیت خوب در میان مردم افغانستان داشته است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان کارهای موسیقیش را طور رسمی و مسلکی بعد از ختم برنامه ستاره افغان آغاز کرد. وی توانست آهنگ‌های بیشماری بسراید که تاکنون مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفته است. صدیق مددکار بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان به کشور استرالیا آرزو داشت برود، ولی وی به آلمان رفت. تازه تصاویرش نشر می شود که صدیق مددکار در کشور آلمان با فرد افغانی ازدواج کرده است. مراسم عروسی مجللی برایش برگزار شده است، ولی ما آرزوی خوشبختی و موفقیت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت‌الله هزار تمنا داریم. در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از صدیق مددکار خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان صدیق مددکار به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.